من بسیار سراسیمه کردید. از من نمیخوام که بسیارتر شعر بخوانم. این میگه که من بسیارتر سرود بخوانم. نمیدونم که ما مثلا در این سن سال ما شعر عشقی خواندن خنده آور است. یک چون جامعه چرمینه بود صحبت نادان، زیرا که گران است و بدن گرم ندارد. چون جامعه چرمینه بود صحبت نادان، زیرا که گران است و بدن گرم ندارد. زین هر دو بتر با تو بگویم که چه باشد، پیره که جوانی کند و ساخت من شرم ندارد. ما اینا خیلی سال پیش گفته بودم، میگم که در آخری عمر با یک بار دیگر بخوانم. تو نیمی منی، تو نیمی منی، نیمی جسم و جان منی، و ذره ذره تو پیوند جاویدان منی. به هر کجا که روی در من است ریشه تو، تو ای گل از قلم سبز استخوان منی. به هر کجا که روم، به هر کجا که ببینم تو را زیاد شوم، به هر کجا که نبینم تو را کمم به تو. به دست من برسد دست کس، به دست من برسد دست کس، تو میلرزی میلرزی. رسد به دست تو دست، به لرزه می آیم. تو آشیان منو، تو آشیان منو، من آشیان تو هم. تو جای جان منو، من که جای جان تو هم. تمام نعمت دنیا چی غم که مال کس است. تمام نعمت دنیا به حکم خار و خس است. تو را نصیب کند عشق من، همین کافی است. مرا نصیب کند نیمی بستر تو پس است. اینشم با من نمیزیبد، نکه میگم که در آخری عمر با یک بار بخوانم، نکه با من نمیزیبد. کوچه های جوانی هم شب و روز بوی عطر زنانه میکردند. کوچه های جوانی هم شب و روز بوی عطر زنانه میکردند. بوی عطر زنانه از هر سوی، بوی عطر زنانه از هر کوی. کوچه بوسه های لبسوزم، کوچه قصه های دلسوزم. کوچه های 1001 شب من، کوچه های 1001 تب من. کوچه چشمای مریم بی، این همه جا 6 دقیقه جای خودش. کوچه چشمای مریم بی، چشمای سیاه الماسی که با یک قیرهش نظر میکرد، رخنه در شیشه جگر میکرد. این همی جرای. کوچه سوری که در کفشش، اون همه جایش دقیق جایه. ما دروغ نمیگم، ما که هر چی می نویسم راست می نویسم، دروغ نمی نویسم.